تو چرا این ریختی شدی؟ چی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ یه با من بودم، حاجی نصرت، رضا 500، علی فرصت، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگور میشناسیش؟ آره از ما نه آره که بریم دواخوری. تو نمیری به متخصص، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آبجو جوش رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به قسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه، تو جیب ساعتی زامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دیدم کسی نیست، همه خوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهم بغل این نرقه فروشیه، اومدم پایین یه سر هیکل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جوب، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامردا دوش زد اولیش قائم‌تر زد، دست کردم جیبم که برم و بیام چشم وای کردم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما بگین زده. آره خوبیت نره وارد